سلام برابکس، خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب من. این چنل قرار فعالیت های ماینکرافتی داشته باشیم، کلی کنار هم دیگه گیم بزنیم و اشغال بکنیم خلاصه. و اینکه اگه از من خوشتون اومد حتما من رو حمایت بکنید. من خیلی به حمایت شما احتیاج دارم چون که اولین ویدیومه و 100% اگه حمایت بکنید بدونید که من رو خیلی خوشحال کردید و واسه فعالیت بیشتر من هم میشید. و من اینجا دارم تنظیمات مپ اول سری سروایوالمون انجام میدم که اینا رو هم آن بکنم. و خب اسم سریمون رو چی بذاریم؟ من میگم همو بذاریم سری سروایول. نمیدونم درست نوشتم یا نه، ولی خب دیگه هرچی باشه درسته. خب گیم روی هارده، این هم که میذاریم شانسی باشه سیدمون و شیت هم که غیر فعال. اینجا چند تا ادان اضافه کردم که تأثیر توی روند بازی نداره و صرفا جهت بهتر شدن روند بازی هم هست. و مود نایت ویژن که نمیدونم این رو تقلب حساب میکنید یا نه. اگه تقلب حساب میکنید بگید که غیر فعالش بکنم توی کامنت ها. خب برابکس ما اسپام شدیم و خوبه یه جنگل، حداقل یه بایوم آشغال نیست و بریم برای چوب کندن، کاری که هر ماینکرافت پلیری اول کارش انجام میده. و آره دیگه بریم سراغ چوب کندن. خب اوکی، من 5 تا چوب کندم و اوکی بسه. من بیام از این طرف بریم اونجا سمت اونجا که و پشما اونجا آهن هست. من اینا رو اصلا ندیده بودم، همین الان که اومدیم نزدیک دیدم. و اوکی هم سنگو برا بکنیم هم آهنگو. آهنگ چی بود؟ هم آهنو و چی گفتم اصلا. خب یه پیککس چوبی میسازیم، 3 تا دونه سنگ میکنیم. حالا میایم با اون پیککس با اون سنگا یه پیککس میسازیم و با سرعت بیشتری میتونیم الان سنگ بکنیم. حتی این آهنا رو هم میشه کند. بله 2 تا ای 3 تا باشه بهتر میشه که 3 تا هم نبود حالا از شانس بد ما، ولی اشکالی نداره. همین 2 تا هم توی این وضعیت خودش غنیمت هستن. یه شیلد بسازیم کارمون در اومده و اوکیه. ما یه مقداری سنگ بکنم. خب من یه 32 تای سنگ کندم و ما اینجا اینا رو بذاری کمی مرتب بکنم. اوکی ما الان همه چیزمون اوکیه. چوبا رو هم بیاریم ور دست که اگه بلاک خواستیم چوب داشته باشیم. و من برم یه چند تای چوبم بکنم واسه خودم که کلا بلاک داشته باشم. خب من 14-15 تای بلاک کندم، بلاک چوب و اوکی. الان یه استکی داریم و یکی از ادانایی که اضافه کردیم این دکمه هست که همینطوری دارم میزنم روش برای اینه که بتونم کرافتا رو سریعتر انجام بدم. مثلا اگه میخوام کلی چوب بسازم دونه دونه نذارم روشون، چون که متاسفانه ماینکرافت بدراک این قابلیت رو نداره که یه دکمه بزنی و سریع همشون کرافت بشن. من برای همین یه دونه ماد زدم. خب زودتر بریم سراغ ماجراجوییمون و اینکه باید تا شب نشده چند تای دونه گوسفند رو کی بکنیم که اگه نکنیم یه کوچولو به مشکل میخوریم که حالا دیگه هم نیست اگه پیدا نشه، ولی خب پیدا بکنیم بهتره چون که میتونیم شب رو بدون هیچ خطری سپری بکنیم. البته که اگه ویلیج هم پیدا بکنیم خب چه بهتر اصلا، کلا بحثش جدا اون دیگه. اوکی بچه ها چه قاره خفن اینجا. چند تای آیرن این پایین هست، من میتونم برم اونا رو بیارم. اوکی عجب باریه. خب 2 تای آیرن اینجا یا همون آهن
بریم اینا رو ماین بکنیم. اگه چیز دیگه همین دم در هست من اینا رو هم بکنم که حداقل یه چیزی همین پارت اولی داشته باشیم. خب اوکی، اینجا هم باز آهن است و خدا رو شکر فعلا ما اسپان نشده. واقعا شانسمون خیلی خوبه که ما اسپان نشده. و آره دیگه، البته اگه بمیریم هم همین نزدیکی هاییم، میتونم بیام دوباره وسایلمو بردارم. ولی یه مشکلی هم هست، اینه که تخت نداریم. یه اسپانمون رو فعلا نمیتونیم ست بکنیم و زغالم هم بکنم. حالا دیگه الان مود نایت ویژن هم داریم، تورچ زیادی به کارمون نمیاد، ولی خلاصه بعضی جا ممکنه به کار بیاد و یا حتی برای پخت و پزم تورچ. من ادامه اینا رو هم بکنم و اوکی آجی، فعلا که خوب داریم پیش میریم تا به حال. و یه چند تایم آیرون اونجا برم اونا رو هم بکنم دیگه. پایین تر از این فکر نکنم برم، چون که خطرناکه و دوست ندارم که همین اپیزود اول یه بار بمیرم. که البته شاید هم توی همین اپیزود یه قارای بریم، ولی فکر نمی کنم وقت بشه. این که اپیزود به احتمال زیاد زیر 20 دقیقه و اینا باشه. اوکی، چی نداره که اینجا یه دونه بود یه دا. اوکی، ولی عوضش از هیچی بهتر بود خدایش. حداقل چند تای آیرون الان داریم. 16 تا همین اول کاری داریم، یعنی ما میتونیم یه چست پلیت اوکی بکنیم، یه پیککس، یه شمشیر و یه سپرم فکر کنم بشه. حالا همین چیزها رو میتونیم اوکی بکنیم باش، که اگه به ویلیج برسیم واقعا خوبه، چون هم غذا گیرمون میاد، هم کلی چیز میز دیگه، مخصوصا تخت، آهن، اینجور چیزا. و خلاصه که واقعا بهتره. خب بریم همینجوری به راهمون ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. اوکی، بروکس گوسفند. اوکی، اینا هم میتونن غذای خوبی باشن، هم تخت امشبمون که امشب با خیال راحت بگیریم بخوابیم. خب 2 تا پشم تا حالا جور شد، یه دونه دیگه میخوایم که اونم اوکی میشه. و من یه مقدار غذای خام بخورم، حال ندارم بپزمشون. حالا یه جایی رو پیدا کردیم واسه بیس 100% یه مستقر میشیم و غذا اینا اونو میپزیم اوکی کلا. و اوکی آجی، من 2 تا بایوم دیدم اینجا. یه بایوم که بذارید این رو بکشم. خب من 2 تا بایوم دیدم، یکی این بایومه که همتون دارید میبینید و یکی اونجا چوب اسفروس داریم که یکی از قشنگترین و بهترین چوباست. پس بریم یه دونه سپلینگشو برداریم و بزنیم به دل راهمون که داره شب میشه. وای، من اگه هنوز شب نشده یه گوسفند پیدا بکنم خیلی کارم جلو میفته. وای نه، واقعا داره شب میشه بچه. آیا یه گوسفند پیدا میشه توی این ثانیه های آخر؟ گاو که پیدا شد، گوسفند، وای گوسفند. فکر کنم بدبخت شدیم بچه. البته از اونجایی که یه پشم نیاز داریم کلا میتونیم با کشتن اسپایدرها اون یه پشم هم جور بکنیم ولی یه کوچولو خطرناکه. اوه دمت گرم، یعنی ببین دمت گرم که اومد اینجا و اوکی. وای نه، زامبی اسپون شد. او همین الان اینم بکنه. اوکیه. نجات یافتیم و من باید برم بالای یکی از این درخت‌ها،
چون که این پایین خیلی برام خطرناکه. اوکی، ما الان به طرز خیلی عجیبی نجات پیدا کردیم و میتونیم شب رو اینجا سپری بکنیم. من حالا یه تختی بخوام بسازم که اوکیه، اینجا نمیشه گذاشت ولی اینجوری اوکی. بگیریم بخوابیم و اولین شبمون رو تموم کردیم. برو بریم برای روز دوم. خب ما اینجا وسایلمون رو بکنیم و راستی سپلینگ هم ور نداشتیم. بذار یه دونه ها ور دارم تا این موقع میمیرن و دیسپان میشن. همونطور که میبینید صدای زامبی هم داره میاد. یه دونه سپلینگ هم نداد. یه ساعت من دارم اینجا درخت میکنم. با چه لگی خورد یه هایی لگ خورد. بعد فکر کنم داد سپلینگ نبود. اوکی بچه ها، یه دونه سپلینگ هم گرفتم و دیگه کارمون با این بایوم تموم شده. میتونیم بریم به بایوم دیگه ای. وای وای، یه چی من اینجا دیدم. بله اسکلتون. فرار کن، یه کریپر هم اینجاست. خب اون بایوم قبلیه کجا بود؟ اون طرف بود فکر میکنم. بله بیرچ فارست بود اگه اشتباه نکنم اسمشو. که من دیگه میرم سراغ همین بایومه. اینو ادامه بدیم ببینیم کجا میره. بله اوکی آجی، برو که بریم. کلی من میگردم، اگه چیزی دیدم حتما بهتون خبر میدم. برو که بریم. اوکی آجی، من از اون قایقا کشتی ها پیدا نکردم، ولی اینجا بایوم دارک اوک فارست رو داریم که خیلی بایوم خوبیه. چوبای قشنگی داره و من میخوام اینجا از چوباش بردارم. چوب که نه، از سپلینگش بردارم که دیگه کلا چوبش هم داشته باشم بعدا. این 4 تا رو من الان گرفتم خیلی سریع. و بذار یه مقدار غذا بخورم. غذا هم نپختن و یه مقدار امکانش هست که زیادی جونمون پر نشه با این غذاها. ولی برو که بریم یه کمی بگردیم. من باید سعی بکنم از این بایوم یه کوچولو هم دور بشم که بریم یه بایوم پلینز پیدا بکنیم که دیگه اونجا صافه و اکثرا ویلیج خیلی زیاد پیدا میشه. بریم که اگه بشه یه ویلیج اونجا پیدا بکنیم. بله بایوم پلینز رو هم پیدا کردیم که ببینید اینجا ویلیج هم نباشه من باز بیسمو توی این بایوم میسازم، چون که خیلی صاف و صوف و خوبه. همینطور که میبینید و میشه کلی داخلش چیز میساخت. و چه کوه خفنی. خب من کل اینجا رو گشتم، چیز خاصی نبود و بایوم پلینز خیلی پر برکتی نبود. میشه گفت حتی بی برکت هم بود، اصلا چی نداشت. باید 2-3 تا گوسفند رو زدیم ولی عوضش چیز میشه. اون طرف هم فکر میکنم باز پلینز باشه. و حاجی اگه یه ویلیج من توی این پارتا پیدا بکنم خیلی خوب میشه. خیلی جلوتر میافتیم. که البته فکر نمی کنم بیسم کنار ویلیج بسازم، ولی خب شاید هم کنار ویلیج ساختم، معلوم نیست. خب این طرف هم چون معلومه که هیچ خبری نیست. و ما اگه این مختصات رو نگاه بکنید حدودا الان یه 2000 بلاکی راه رفتیم و
و واقعا هیچی نیست این طرفو. او یه قار. من میگم این قاره رو بریم. وای وای وای. اوی وای وای. لحظه آخر افتاد یادم که وایسم که دیرم شد دیگه. چه حاجی این طرف هم هیچی نیست. بایوم دیزرت اونجا فکر کنم یه بایوم دیزرت یا یه ساحل چیزیه. چیز خاصی نیست. فکر کنم ساحل باشه. ولی من میگم بریم توی همون قاره. قاره خیلی چیز خوبی به نظر میرسید. حداقل یه مقدار چیز نیز در بیاریم ازش. فعلا بگیریم بخوابیم. اوکی من الان خوابیدم و اینجا هم. و بچه اگه داخل ویدیو سر صدا میاد ببخشید. همسایه ها ما خیلی سر صدا میکنن دیگه کارشون نمیشه کرد. و اوکی من 4 دیواری اینجا میسازم. اوکی واقعا ببخشید اگه سر صدا میاد که فکر نمی کنم بیادم، ولی خب یعنی میاد ببخشید. همسایه ما دیگه کارشون نمیشه. اوکی آجی با هر چی دم دستم بود یه 4 دیواری اینجا ساختم که آره خلاصه حداقل یه اقامتگاهی ما داشته باشیم اینجا. و من میخوام بیام اینجا و حاجی چوب ندارم، برم یه 10-15 تا چوب بکنم و بیام. خب یه 10 تا چوب کندم و اوکی. این گوسفندم بکشیم غذاش به دردمون میخوره. خب ما الان چیا باید بذاریم اینجا؟ یک کرافتینگ تیبل که برای هر خونه ای لازمه. اینجا یه چند تایی در میسازم من و اوکی. یه 2 تا هم اضافه اومد میذاریم همینجا واسه خودشون باشه. و اوکی فرنیس هم میخواستم بسازم ولی سنگ ندارم. باید بریم از اون پایین سنگ جمع بکنیم، از این پایین، که واقعا اینجا هم چیز خوبیه ها. حالا من نمیتونم دیگه بدونم اینقدر گشنمه، ولی غار خوبی اینجا ما داریم نزدیک خونمون. فکر نمیکنم معلوم بشه. نشد. و اینجا فکر میکنم بره تا اعماق زمین. حالا شاید بریم داخلش. و فعلا قید ویلیج رو زدم و میخوام برم توی این قاره یه مقدار بگردم که من اسپاونم هم ست بکنم اینجا. اوکی خب برابکس این قسمت هم تموم شد و توی پارت بعدی به احتمال زیاد بریم سراغ اون قاره که پشت سرم بود و پیدا کردیم. و لایک و ساب فراموش نشه. نظراتتون رو داخل کامنت ها برام بنویسید و تا ویدیو بعدی خدافظ. شو پشمام من الان ویدیو رو قطع کردم، اومدم برم تو خونه که دیگه از مکاینا بیام بیرون کارم تموم بشه و من اومدم این طرف با این صحنه مواجه شدم. چه گوسفند قشنگی، چقدر من اینو دوستش دارم. وای ای وای کی اینو کشت؟ من که ندیدم، پشمشم میذاریم اینجا، ولی هر کی اینو کشت خیلی آدم بدی بود. و بله دیگه خداحافظ بچه، خداحافظ.